حس میکنی زندگیت شده یه مسابقه‌ای که خط پایان نداره؟ همیشه نگرانی که به اندازه کافی موفق نیستی؟ چرا هرچی بیشتر میدوییم خسته‌تر و ناامیدتر میشیم؟ اگه این حسا رو داری باید بهت بگم که تو تنها نیستی. دنیای امروز ما رو توی چرخه بی‌پایان از استرس، رقابت و تلاش انداخته. اما یه راه دیگه هم هست. راهی که هزاران سال پیش یه فیلسوف چینی به اسم لاوتزو پیشنهاد داد. بیایم با هم کشفش کنیم که چطور میتونیم بدون این همه فشار زندگی آرومتری داشته باشیم. یه نگاه به دور و برت بنداز. بهت میگن باید موفق باشی، باید پیشرفت کنی، باید بهترین نسخه خودت باشی. اما این رقابت بی پایان چی داره به سرمون میاره؟ ما خودمون شدیم مدیر سختگیر خودمون. مدام داریم خودمون رو هول میدیم که بیشتر کار کنیم، بهتر شیم و توی همه چی عالی باشیم. ولی نتیجهش چیه؟ استرس، اضطراب، خستگی مفرط. تو این دنیایی که استراحت کردن مثل یک گناه به نظر میاد، چجوری میشه یکم آروم شد؟ لاوتزا یه سوال جالب میپرسه. چی مهمتره؟ شهرت و پول؟ یا آرامش و خوشبختی؟ جامعه به همون یاد داده موفقیت یعنی داشتن پول زیاد، فالوور میلیونی، ماشین گرون قیمت و یه زندگی لاکچری. اما حقیقت اینه که چیزایی که بهشون وابسته ایم دارن ما رو نابود میکنن. لاوتزو میگه کسی که زیاد به چیزی وابسته باشه زجر زیادی هم میکشه. اگه دنبال شادی واقعی هستیم باید یاد بگیریم این وابستگی رو کم کنیم و از چیزای کوچیک لذت ببریم. چرا همیشه اینقدر گرفتاریم؟ چرا وقت نداریم یه لحظه بشینیم و از زندگی لذت ببریم؟ چون تو دنیای امروز موفقیت یعنی بیشتر داشتن، بیشتر کار کردن، بیشتر خریدن. ولی هیچکی از خودش نمیپرسه مگه سادگی و کمتر داشتن بده؟ لاوتزو یه جمله طلایی داره. اگه چیزای با ارزش رو زیادی به نمایش بذاری فقط حسادت و رقابت ایجاد میکنی. پس چی میشه اگه مسیر رو برعکس بریم؟ چی میشه اگه به جای چشم و همچشمی دنبال آرامش باشیم؟ این روزا همه عجله دارن. همه میخوان سری پولدار بشن، سری بدن ایدئالشون رو بسازن، سری زبان یاد بگیرن. ولی نتیجهش چیه؟ خستگی، استرس و اضطراب. لاوتزو میگه کسایی که عجله میکنن خیلی جلو نمیرن. به جای اینکه همیشه توی مسابقه بی پایان باشیم، چی میشه اگه به زندگی فرصت بدیم خودش جریان پیدا کنه؟ رها کن. بیشتر ما فکر میکنیم که باید روی همه چی کنترل داشته باشیم. آینده، نظر بقیه، حتی احساساتمون. ولی واقعیت اینه که کنترل کردن همه چی فقط استرس بیشتری میاره. لاوتزو یه جمله عجیبی داره که اگه درکش کنیم زندگی هممون تغییر میکنه. اون میگه دنیا مثل یه ظرف مقدسه، یه ظرف سفالی خیلی ظریف تو دستاته. خب اگه آروم نگهش داری مشکلی پیش نمیاد. ولی اگه سعی کنی شکلش رو عوض کنی یا کنترلش کنی خب میشکنه، خرابش میکنی. چی میشه اگه به جای اینکه با زندگی بجنگیم اجازه بدیم خودش پیش بره؟ جامعه امروز ما رو توی دور باطل انداخته. بیشتر، سریعتر، سختتر. ولی فلسفه لاوتزو یه راه دیگه رو پیشنهاد میده. کمتر وابسته باش، سادگی رو بپذیر. به جای عجله زندگی رو حس کن. به جای کنترل کردنم رها کن. حالا نوبت توه. تو کامنت ها به هم بگو تو چجوری با استرس های زندگیت کنار میای.
ویدیو رو لایک کن و اگه دوست داشتی سابسکرایب کن تا ویدیوهای بیشتری ببینی.